رو پوره میگیریم و اینچنین نظر شما رو گرفتم. میخوام من بیشتر میخوام نظر شمایان رو بگیرم تماشابینان عزیز. و این من مهمان دعوت کردم، مخصوصا اون مهمانی من در اینجا هستم، اون کس رو وارد برنامه میکنیم. سلام علیکم مسلمه احمدی. و علیکم السلام. این کس مسلمه احمدی می باشند، دانشمند ساحه دین می باشند، ختم کرده دانشکده الازهر می باشند. خطا نکردم؟ نه خطا نکردید. خطا نکردم. از برنامه ما آگاه هستید. خوش آمدید به برنامه من، تشریف که لطف کردید. امروز این برنامه خیلی بحثناک می باشد. من میخواستم نظر شما رو بگیرم. سلامت باشید و سلام به شما و به کل شنوندگان عزیز که در برنامه هستند و نفرانی که بعدا ما رو میشنوند. البته یک موضوع بحث برانگیز هم هست، مهم هم هست و در عین زمان موضوعی هست که اگر همین موضوع رو زنها و مردها با هم حل کرده توانیم، شاید جامعه رو هم حل کرده توانیم. مسئله های مهمی جدی هست که در این باره باید صحبت کرد. حتما بفرمایید مسلمه خان. من پیش از همه درباره خود خیلی که از فرمودید اساسا تخصص دینی دارم و اکثریت مسئله ها رو پیش از همچون یک شهروند یا یک انسانی آزاد نگاه کنم از روی دین نگاه میکنم. و البته مردمی تاجیکستان هم که دیگر 94-96% مسلمان هستند، اول شده این مسئله رو میگویند آخر در مسلمانی حلال است که، یعنی نکاحی 2 زنگی 3 زنگی 4 زنگی در مسلمانی حلال است که، به این برای چی صدا بلند میکنند. و مسئله رو پیش از اینکه درباره‌اش داخل شویم و گوییم که شریعت چی میگوید و مردمی ما چی کار دارن میکنن، باید فرق کرد بین آن 2 زنگی یا 3 زنگی که اسلام اجازه داده است و بین این نکاح‌های پنهانی و معشوقه بازی‌هایی که مردها میکنند و نامش رو نکاح مسلمانی میگویند. برای آنکه نکاح پنهانی، نکاحی که فقط زن و مرد میداند و زن هیچ نه حقوق مالی دارد، نه حقوق معنوی دارد، نه ثبت نام فرزندهایش حتی با نام پدر می شود، در اسلام چنین چیز وجود ندارد. و هر کشور مسلمانی که اندونزیا گفتیم، دولت‌های عرب، مصر عرب هم که در همانجا بودم، وقتی به این چیز اجازه میدهند، میگویند وقتی زنی دوم گرفتی میایی مثل زنی اولت ثبت نامش میکنی، با او هم به شرایط خودت نگاه کرده مادیات پرداخت میکنی، زندگیش رو نگاه میکنی، فرزندهایش رو هم عیناً مثل فرزند اولت نگاه میکنی. و این چیز در دولت‌های اسلامی است، درست؟ در دولت‌های اسلامی که قانوناً این چیز رو قبول کردن و شاید باز من که تو این اندازه از قانون تاجیکستان با خبر نیستم، شاید اگر همین چیز رو در تاجیکستان جرم نه و یک حقوق شهروندانند، شاید که اوضاع بهتر شود. شاید که ما بسیار چیزا از نظر زن اول نگاه میکنیم، زنها، یعنی من زن یکم چخل بالای من زن دیگر می آید، اما اگر از چشم زنهای دوم نگاه کنیم، زن سوم نگاه کنیم، اون بیچاره هم تولد نشد که زن دوم شود، اون بیچاره هم تولد نشد که آید و به یک مرد خانم دوم شود و به او پنهانی تولد کند. تقدیرش به همین حالت آورد، یا که با یک شوهری مثلا نامناسب زندگی کرد، یا که پدر و مادرش مجبور کردن، یا چیزهای دیگری تقدیر که همه سرنوشت خودش را دارد. لیکن اگر همین چیز رو، باز هم میگم این نظر شخصی من است، اگر قانون اجازت میداد که اگر زنی دوم گرفتید پنهانی نبو ثبت نام کنید و همچون یک مرد چگونه که بالای زنی اولش حقوق ها را باید رعایت کنید، شاید همین قصه که الان گفته ایستاده به همین حادثه ها ما روبرو نمیشدیم و زنهای دوم به هیچ چیز نمیموندن. یعنی ببینید که اکثریت حاضر، من که در همین مسئله خیلی زیاد با زنها صحبت میکنم، خیلی زیاد از زنهای اول نگاه کرده زن دوم، سوم و چهارم زیادتر به من مظلوم مینمایند، در حالی که مثلا من خود نه زن دوم هستم یا سوم هستم و وقتی صحبت میکنیم میگویند من کودک کردم، کودک من بابا و بیبیش رو نمیشناسه، شوهری من نمیخواد فرزندی مرا با عائله شناس کند، گویا که من ببخشید از بیروحگین کودک رو آوردم، من هیچ حقوق مالی ندارم، اگر مبادا مثلا شوهری من وفات کرد به من هیچ چیزی از میراث نمیرسد و کودک مرا اون عائله قبول نمیکنه. سببش چی است؟ قانون در تاجیکستان این چیز رو جرم میداند
و اون مرد اول شده از قانون جریمه میترسد، دوم هم مردم دیگر عادت کردن که زن دوم رو ببخشید همچون همسر دوم نه و یک بیروهایی که گویا که از کوچه گرفته اومد نگاه کند. و این مسئله رو خیلی که گفتم کشورهایی که قانونا این چیز رو خودشان میگویند، البته با شرط و شروطی که خود اسلام هم میگوید که مثلا در یگان آمدگی نیست که هر کسی که خواست برود و زن یکم گیرد ببخشید دوم سیوم گیرد. وقتی که در قرآن درباره حلال بودن زن دوم سیوم می آید، الله میگوید فإن خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملکت ایمانکم. اگر وقتی شما ترسیدید که بین زنها 2 زن باشد، 3 زن باشد، 4 زن باشد، عدالت کرده نمیتوانید، یک تا بگیرید. و عدالت چی است؟ یا عدالتی از مهر و محبت، عدالتی اقتصادی، عدالتی جسمانی، یعنی وقتی قوت ندارید، شجاعت ندارید و شما پول مال ندارید که برابر رعایت کنید، یک تا گیرید یا زن نگیرید. عجیبش این است که دومش اول ملکت ایمانکم، حتی عموما زن نگیرید شما، مادامی که شرایطی نه اقتصادی و نه دیگر معنوی اینها رو دارد. و این رو گرفتن فکر میکنن که اسلام همیشه اجازه داده است، ملاها کردن یا ببخشید انا در دولت‌های عرب هست، لیکن در دولت‌های عرب یعنی با چنین اویله ها من شخصا اویله های رو میشناختم و رفت و آمد داشتم که 3 زن بودن یا 4 زن بودن بعضیشون، لیکن باور کنید چون قانون اجازه داده است 4 زن برای خود خانه دارد، 4 زن حقوقی برابر دارد، فرزندها همش میداند که نام و نسب او به همین پدر میباشد، نه اینکه مثل ما پنهانی باشند و حتی بیچاره کودک حتی در شهادت نامه تولدش نام پدرش نیست. یعنی کودک های زیاد هستند. سببش چی است؟ و اینجا اول شده باز هم میگویم این جرم است و به ما جریمه است میگویند. چیز دیگر هم این متاسفانه یک خودخواهی در بعضی از خانم های هم هست که گویا گمان میکنن اگر زن دوم اومد دیگر رزق اونها از بین میرود، خوشبختی اونها میرود، در حالی که مردای زیادی هستند که آره مادامی که گمان میکنن دیگر هیچ علاج نیست، زن دوم اومد حیاتی تو تمام شد. و اول شده به این مسئله من بسیاری از همین گپ میزنم که اول باید همچون زن دوم این چیز رو نگاه کنه، نه هم چیزی که مرد گویا برای خودش و عشرتش از این چیزا گرفت، همچون زن دوم نگاه کنیم که زن دوم رو چی وادار میکند که به این راه میرود. و دوم شده این چیز رو نه همچون یک چیزی که مثلا انسان با همون آبرویش میرود نابود میکند، نه با یک حلی که سبب بسیاری از خانم ها رو از بیروحگی داشتن می شود. مثلا الان ببینید که چقدر ما در تاجیکستان اگر زنهای بیروحه داشته باشیم تقریبا همشون مطلقه هستند. زنهایی که طلاق گرفتن راهی برای پولکار کردن ندارند و این شرایط در تاجیکستان هم نیست. رفتند و گفتن برای کودکم من باشد هم به همین راه می روم. و چی می شود؟ یک مردی که شرایط داره، ثروت دارد و البته چه خیلی که گفتیم نمیگیم همه مردها قدرت جسمانی و مادی و معنوی و انصاف و عدل دارد، گوید که همین بیروحه نشود، یک زنی بیوه کودکش بی سرپرست نماند و با همسرش هم در این باره صحبت کند که مسئله خیلی وسیع است در این باره. یعنی که عدالت باید باشد. در اینجا باز بسیارتر نقش مرد هست. آره البته نقش مرد رو خیلی خوب گفتید، این رو هم حتما باید ذکر کنم. امیدوارم که شما رو سخنتون رو قطع نکرده باشم. نه همش خوب است. من میخواستم گویم که نظر کنید در تاجیکستان اصلا زنها بیشتر هستند، بسیارتر نظر به مردها هستند. درست گفتید که بسیار زنها بیشوهر موندن، مخصوصا پس از جنگ شهروندی که شد بسیار مردها کشته شدن و زنها بیوه موندن. خیلی اون روزها رو نمیخوام من حاضر به یاد بیارم زیرا مشکل است، لیکن چنین هم شد. یک چیز رو نظر کنید که در تاجیکستان من نسبت زن دوم نگاه میکنم همچون معشوقه. این چون با میگم که معشوقه است، زن دوم این رول معشوقه رو بازی میکند. آره حتی زن دوم هم نمیگویند. آره این همه جهت حقوق اون زنان پایمال کرده شده. اونها عموما حقوق ندارن. اگر از جهت قانون گیریم تماما یگان حقوق ندارن. حتی در آینده فرزندان اونها هم حقوق پیدا کرده نمیتونن در بسیار حالت ها. این مسئله رو خیلی که گفتم اولی سببش این است که قانون این چیز رو عجیب است. معشوقه از مثلا بیراهگی فرزند به دنیا آوردن، از پدری نامعلوم فرزند به دنیا آوردن جرم نیست در تاجیکستان.
اما اینکه یک نفر نکاح کرد و اون همسرش نام و نسبش رو داد، همان روز میارن با جرم بسیار زنی او تهمت شد. کسی با جرم بسیار معشوقه داشتن نه، با جرم اینکه با زنهای زیاد میرود نه. اما باز هم چیزی دیگر این است که برای زنهای بیراه خیلی زیاد جرم و چاره اندیشیده میستن، برای مردهای بیراه چیزی دیگری هم نیست. یعنی مرد سالار در جامعه ما از اینجا هم شروع میکنن. درست. زنهای بیراه هم این رو ببینین که چه سبب میشد که زنها بیراه میشوند. یکی از سبب چه خیلی که من گفتم پیش از اینکه گویم مثلا درباره دو زنگی گپ نزنید، مردها از این از خود میروند. یعنی با من شخصا بسیار خواهرها در این باره علاوه خصوص عجیب است، زنهای از 50 بالاتر، یعنی علاقه خانم‌هایی که با نبیره دار شدن میگن خواهش میکنم همین مسئله رو اینقدر تفصیل ندید که همه میگوین نگاه کن. خیلی که گفتم بیراهه هایی که در تاجیکستان هست اکثریتشان مطلق هستند، یعنی از شوهر طلاق گرفته برآمدن. یک دوم که مثلا در دیگر کشورها، در ترکیه هم هست این چیز، وقتی که زن طلاق میگیرد اولا شده قانون آن مرد رو مجبورش میکند که به او جبران پرداخت کند و جبرانی پرداختش از حق مهر شروع می شود تا جایزی استش که خودی در شریعت هم زن بعد از طلاق باید مدتی که عده دارد با جای خوب و شرایط کامل مهیا شود. این چیز در ما نیست. یعنی زنی طلاق شده کدام جبران پولی رو میگیرد و چیزی دیگر یگان کمک برای او نمی شود که تو مدتی که تو زندگیت رود یگان کمک نیست. و از همه بدترش جای کار در تاجیکستان برای زنها نیست و یا اینکه خودشان را برای معشوقه شدن با اصطلاح نکاح دوم یا نکاح پنهانی راضی میشوند، در حالی که خودشان هم میدونن. و من از نگاه شریعت میگویم 100% چنین نکاح در شریعت وجود ندارد که شما پنهانی با یک کس روید و من زنی تو شوهری من، کسی از این خبرش نیست. شما هیچ حقوق مالی ندارید و اون مرد کی خواست به نزد شما می آید. یعنی نه تقسیم روز و شب است، نه تقسیم پول و مال است این چیز. و زنها از این مجبور میشوند به این راه ها میروند. و اگر همین چیز، یعنی باز هم میگویم چه خیلی که میگوید اگر مرد اول شده عدالت داشته باشد و عدالت پیش از اون که عدالت مالی و اقتصادی گوییم، عدالتی که از روی مهر و محبت و چی گویم زنهای ما، خود من پیشتر هم گفتم که اگر زنهای دیگر کشورها در وقت زندگی بیشتر به پول نگاه کنند به مادیات، زنهای تاجیکی ما همیشه تشنه محبت هستند. یعنی زنی تاجیک انتظار همه چیز را از شوهرش میتواند صبر کند، از کمبغلی و از مهاجرت و از همه چیز، اما وقتی مهر را درست نمیبیند، وقتی میبیند که شوهر از او گریخته ایستاده است یا مهیا نمیکند، دیگر دنیا برایش تمام میشود. و اولین چیز البته مردی که میخواد زنی دوم گیرد یا زنی سوم گیرد باید این را بداند که اینجا از سیاست مرد در رابطه با بین زنها مراسا رو برقرار کردن حتمی است و زنها بین خودشان چیکار کنید من از اینجا میبرایم، من بین زنها داخل نمیشم، این از مسئولیت گریختن است برای اون که هیچ زنی از حق خود نمیگذرد در این مسئله. درست مسلمه خان، همین قضیه که در بلوغ من نقل کردم عیناً چنین شده است. یعنی مرد خبردار بود که زن یکمش آماده ایستاده است، مرد خبردار بود که جنجال میشود، یگان ناخوشی میشود، لیکن نو بسته از این زن دومش رو گذاشته میگریزد. یعنی سر تو روان چیکار خواهی مسئولیتی، آره تماما به مسئولیتی که اگر به این نگاه کنیم این با کشتن، یعنی کشتن یک انسان است، به قتل رسانیدن یک انسان است که عموما سبب اساسیش را نگاه کنیم. البته همون زنی که یا همون مظلومی که در آنجا استادند و دیگر به همین نکاح به همین خیلی زندگی راضی شدن. چیزی دیگر مرده که وقتی که انسان چندین بار در این باره هم ذکر می شود که وقتی زن دوم خواسته و علل خصوص وقتی میگوین زن دوم رو از روی شریعت حلال میدونیم ما مسلمان هستیم، این رو بدونید که زن دوم رو مثلا مرد وقتی میگیرد باید مردانوار گیرد، نه با اون ترسویی و بزدلی که از زن یکم بترسید و همه بلا رو توانید بالای زن دوم آورید. برای اون که بعضی مردها اونقدر از زن اول ترس دارن که تمام ظلم رو میتوانند بالای زن دوم روا بینن، یا برعکسش بعضی مردها البته نه همه بالای زن یکم همه ظلم رو پیاده میکنن، برای اون که از زن دوم خیلی ترس دارن و زن دوم هم یا یکم هم شاید با قانون ترساند که این کاری که تو میکنی الکی جرم است و تو رو میتوانم به سود هم که این اولین سلاح زنها هست.
که میگویند آره همین کتی تو را چی میکنیم نابود میکنیم. چیزی دیگر چی خیلی که گفتیم وقتی یگانه زنی که در خانه هست بالای او عدل کرده نمیتوانیم، بالای او همون شرایطی که باید مهیا کرد مهیا نمیشود، از پس زن دوم نباید یگان نفر دوید، برای اینکه این چیز را اولا نه اسلام اجازه میدهد نه خودش ببخشید خودش یگان انسان سالما اگر فکر کند ببینید که انسانی که از عهده یک زن و یک شرایط نمیبراید چگونه میتواند از پی عائله دوم شود. و این چیز را نفرانی توانند که جرأتش را داشته باشند، یعنی هم جرأت و هم قدرت از روی اقتصادیات و از روی عصب، چون وقتی عصب خراب می شود حتی انسان هایی هستند که خواهره که بود از خود استرافشان میگوید من و زن یکمش هر دو یکی 2 تا یکی 5 تا بچه داشتیم، در یک بارگی هر دویمان رو طلاق داد. دیگر خودی معینه مرد میگوید بین ما از این طرف تا اون طرف ویران شد، هر دومان الان مطلقه هستیم، دیگر او هم تنها زندگی دارد، او تماما نمیخواد دیگر زن بگیرد. یعنی هر دوش به پرتوف دیگر از هر دو زن بیزار شد، از کلی زنها گمان میکنم از کلی زنها بیزار شد. یک چی رو ببینین که بسیار چی در حوزه در جامعه ما زنها بسیارتر میگویند که مردها حتی مردکار باشن هم زن دوم گرفته ایستادن، آنها یگان قوه نگاه بین کردن ندارن لیکن زن دوم گرفته ایستادن. چنین سخنها رو من بسیار شنیدم. این مسئله هم در روسیه هست، لیکن این رو هم اول در این مسئله شاید از طرف چی گویم یک مسئله مرد سالاری میگیم زن سالاری هم شد که زیادتر طرف زنها رو گرفتیم، لیکن به مردکارهای هم مثلا بعضی رو مردکار میگویم اما وای بیچاره تمام عمرش مردکار است یا طرز زندگی دارد که وای به تاجیکستان برگشته نمیتواند، مثل میلیون ها گویم هم خطا نمیکنیم مهاجرانی که میگویند من به تاجیکستان رفتم یا دستگیر میشوم یا رفتم برگشته نمیتوانم یا رفتم اگر حالت دیگری میشود که باید این رو هم بدانیم که طبیعت مرد رو خداوند چنان آفریده است که او نیاز به زن دارد، برعکس چگونه ای که زنها هم نیاز به مرد دارند و اون مرد رو گفته نمیشود که 2 سال 3 سال 4 سال چند سال دیگری که هستی تو باید مجرد بی زن بمانی و او هم در این حالت شاید هم مجبور شد که گفت راه نروم. درست مسلمه خان، اینجا یک مهمون وارد شدن، این کس مرد هستن، میخواست همین کس رو قبول کنیم گوش کنیم کنی این کس مرد هستن، نظر این کس چی هست؟ السلام علیکم عبدالله. و علیکم السلام اپا نظر سوزش ما. تشکر، شکر خدا با دوی شما، امیدوارم که شما هم خوب هستین. الله شما را حفظ کنه. الحمدلله. همین موضوع امروزه شما و بیشتر همین موضوع برنامه شما بسیار موضوع اکتوال است. بحثناک. لبای؟ موضوع بحثی خیلی. بله. موضوع اکتوال، موضوع هم مشکلات اجتماعی را مثال دخالت بسیار میکنه. اینجا من فکر داشتم، شما در سوال داشتم که شما خود اپای معظمه قبول دارید 24 زنگی را؟ 24 زندگیه؟ نه 4 زنگیه، 4 زنگی. 4 زندگیه؟ من میخوام نظر شما رو فهمم در اینجا. من اینجا روی برنامه هستم، سوال رو من بگذارم. مایلش. اگه هم چک روی برنامه وقتی که شما این موضوع را پیشکش میکنید تماتیک را، شما باید پوزیسیون خودتون با مردم اول پیشگی بفهمونید، نه؟ اگر که مرد، من چنین فکر دارم، اگر که مرد نگاه بین کرده تواند از عهده زن عدالتانه نگاه بین کرده تواند، یعنی هر دو زن را دوست داشت، برای چی نه؟ از نگاه من، شخصا نگاه من است. آوازتون چی شد؟ عبدالله شما رو میشنوید؟ یک زن بگیرید میگه من میشنوم. من نگاه خود رو گفتم، اگر که از عهده زن برآمده تواند، رنگ چیتر قضیه که پیشتر شده ایستاده است. همین روز با من خوندم در مسکو یک مرد زن تاجیکش رو حامله دار بوده است، در زلاتوکوب میکند برای گرفتن زن دوم، جنگ و جنجال میشود و عین حال در بلنسه است این مرد باشده که مرد تاجیک در پلیس میباشد. اگر که روزی کرده تواند زن یکمش روزی باشد، یعنی که همه طرفه نگاه بین کرده تواند، به فکر من یگان مشکلی ندارد. فکر و عقیده من. شما
شما چطور نگاه میکنید؟ شما چه نظر دارین اوید این مسئله؟ زنگی سه‌زنگی چونگی دولت گفتم ما کمتر میرود. شما آوازتون خیلی پس آمده ایستاده است. با فکرم اینترنتتون مشکلی دارد. چند مرا عبدالله نه بیا ما ایسر شما ها خب بهترش ایسر وارد شدین. مسلمه خان بفرمایید. این کس چی کردن؟ این کس مشکلی پیدا شد، برای همین صحبت رو دوام میدهیم. عین حال و همین روز من باز از رسانه 1-2 ساعت پیشتر خوندم که یک مرد تاجیک در مسکو باشد یا پدمسکو باشد، زنش که حامله‌دار هست 5 ماه هست، لاتوکوب سخت میکند، عین حال و زن در بیمارخانه است و برای گرفتن زن دوم یعنی اجازه نداده است یا پناهی گرفته است، زن خبردار میشود. آره این مسئله این نوش آره این خیلی چنین مسئله خیلی زیاد هستند. یعنی جنجال‌های اویلویه که در خانه به سبب زن دوم میخیزد و اویله خودش یک اویله آرام، حتی باور کنید مردهایی هستند که بهترین چیزی که میخوان شوخی کنن این زن دوم است. یعنی به همسرشون میگن من میخوام زن دوم گیرم از این چیزها. در این مسئله پیش از همه باید زنها خیلی اعصاب مستحکم داشته باشند و این رو هم دانیم که مردهایی هستند که 40 سال از زن پنهانی دارند، خبر ندارد زن یکم. برای همین برای این نباید اینقدر تو یعنی لطوکوب و تو اندازه حتی بعضی به خودکشی و این چیزها دست نه. نه من با یک چی حیران شده ایستادم که برای وحشیگری چونین زن من میفهمم همه زن میخواهد، همه زن رشک دارد، اما کس نمیخواهد که مرد خود رو با دیگر زن تقسیم کند. این چی زن هست، چیگه فیزیولوژی زن چونین هست. لیکن تو این درجه بیرحم و بیشفقت شدن زن این سینه رحم هست. تو چقدر زنی پیشتر که لاتوکوب کرده است من این رو قبول کردن نتوانستم، باور کنید. چقدر باید بیرحم و بیشفقت شدن لازم است تا این درجه که روزی درست لاتوکوب کنی بابای زن رو گرفت معیوب کرد. شاید اینجا یک مشکلی مشکلی روانی داشته باشد. یعنی یک مرد زنی حامله رو وقتی تا این اندازه میزند یک مشکلی روانی دارد که حتما باید به یگان روانشناس به یگان طبیب اعصابی مراجعت کند، برای آنکه در اینجا نابود شدن زن است، کودک نابود شدنش است و این چنین مسئله خیلی هست. این رو میگم که شاید مرد یگان مشکلی روانی دارد که تا این اندازه یعنی بالای همسر خود و کودک خود فرزند خود تا این اندازه وقتی بیرحمی است، اینجا لابد یک مشکلی روانی عصبی خستگی دارد که این رو باید خود پزشکان معین کنه، برای اینکه انسانی سالم به این چیز دست نمیزند. انسانی که روانی اینجا سالم مرد دارد. رو مسلمه خان اینجا مرد، لیکن من عینی حال زن رو گفتم، زنی که لاتوکوب کرد دویم زن رو چقدر وحشیانه لاتوکوب کرد. این مسئله هم چه خیلی که گفتم یک مسئله چی گویم پستی اخلاق باشد شاید در زنها که لطوکوب کردن هست، سحر و جادو کردن هست، حتی تهمت کردن هست. یعنی زنهایی هستند که زن دوم یا زن یکم یا زن سیوم شوهر خود را صورتهای برهنه‌اش را گرفته به دیگران میفرستند. تصور کنید، یعنی بیرحمی تا اندازه یا یک ایگویستی گویم خودخواهی تا اندازه هست که به خاطر اینکه به زندگی من قدم ماندی شما حتی یک نفر رو تا کشتن رفته رسانیدن که آبروی یک نفر رو بردن کشتن آن است. به این چیز هستن. این عموما و در همین مسئله اولا ما میگویم که زن عیبدار است. من از وی بالاتر هم میگم شوهر همینها عیبدار است. وقتی شوهر میداند که چنین زنی با چنین اخلاق دارد چرا میرود پشت زنی دوم؟ چرا میرود یک نفر دیگر رو بدبخت کند؟ وقتی میداند که زنی خودش با چنین اخلاق هست و تو زمانی که کدام خواهری که در همین باره نپرسد که آیا به زن دوم راضی شوم، اولین مشورتی که من تو همین روز دادم میگم زن اولش را رفته بشناس، برای آنکه زمانی عصر صحابگان و زمانی اون از خودگذری نیست. الان زنها از سوزن خود هم نمیگذرند و اگر شاید تربیه باشد تربیه هم هست، خودخواهی هم هست، اخلاق هم هست که پس شوی اخلاق و چیز دیگر ضعف ناتوانی. برای چی؟ برای یک مرد انسان قادر است دیگری را نابود کند، برای اینکه گمان میکند که به این مرد او خودش نابود میشود. یعنی حیات خود را وابسته شوهر دانستن و خود را هیچ چیز دانستن که
با این مسئله زنها ضعف خود را یعنی نابودی خود را و متعلق بودن به یک مرد را نمایش میدن که من حتی قادر هستم کسی را به خاطر شوهر بکشم، لیکن این عشق محبت نیست. گمان میکنیم این محبتی از حد زیادی زن، این محبت نیست، این یک نمود خودخواهی هست از چیز دیگر، ضعف و بی‌قوتی و به خود باور و اعتماد نکردن که به این انسان من دیگر نابود شدم. یعنی من استاد من در زن بودنم به همین مرد است. اینجا یک مسئله بود میخواستم بگویم پیش از یک برادر در خود برنامه بودن با شما که درباره آن گفتن که اگر از کودکی به زنها یا در عائله ها تربیت شود درباره 4 زنگی بسیار زنگی، حالت مردم به چنین احوال نمی افتد. تا حد درست است که در حقیقت اگر این مسئله رو پدر و مادر هم یا خود جامعه هم عائله هایم با یک نظری حرام نه و با یک چیز مباهی که این چیز عادی است شده میتواند، مثل اینکه عشق پاکگویان با یک رابطه های نامشروع نگاه میکنن، حتی در فیلم ها اگر نگاه کنن. و برای این خیلی زیاد در خود جمهوری اسلامی ایران فیلم هایی هست با نام زن دوم یا شهرزاد، فیلم هایی که در آنجا این مسئله ها را طوری نشان میدهد که انسان با نظری من زن یکم یا من مردم میخواهم زن بگیرم نبو با یک مسئله جدی وسیعی که با یک زن دوم گرفتن چند مسئله ها رو یا چند مشکلی ها رو به بار می آوریم و یا که چند مسئله ها رو حل میکنیم نگاه کرده تواند. برای همین نظر جامعه هم و کودکان هم وسیع شود، ولی که نباید از حق گذاریم که رشکی که در خود قلب مرد هست از آن رشک در خود زن هم هست. زن را چگونه که از خنده و گریه و غم و اندوه جدا کرده نمی شود، از رشک هم جدا کرده نمی شود. رشک زن ممکن بیشتر باشد، بیشتر هم باشد، اما تا اندازه نباید باشد که انسان رو کاملا عقلش رو بپوشاند، برای آنکه وقتی رشک از مرزش گذشت انسان رو به بیماری میکشاند. و خیلی که گفتیم زنها به خاطر زن دوم به خودکشی، به کشتن دیگری، به گرسنگی نشستن تیار هستند و حتی میگویند من یعنی خواهری رو میدانستم که کودک 6 ماهه‌ای در شکمش بوده رو بعد از دانستن زن دوم رفته نابود کرده بود. 6 ماه کودک الکی تولد شود و زنده تولد می شود از روی تیپ، به خاطر اون که شوهری من زن داشته است برای من کودک لازم نه. یعنی رشک تو اندازه نباید باشد که عقل رو بپوشاند و انسان به همه غلطی که میخواهد دستش رو ببرد. اما این رو هم مردها باید بدانند که وقتی میگویند زن اگر مسلمان باشد رشک نمیکند، چون این که وجود ندارد. برای اینکه رشک بین زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم وجود داشت، در خاندان پیامبر رشک بود، حدیث هست در این باره قدر است و نمیتوان بگفت که زن مسلمان زمان مسلمان است که رشک نکند، چون این که غلط است از ریشه‌اش. این رو ببینین که رشک از دوره قدیم بود. من شنیده بودم پیشتر مامانم نقل کرده بودن چون حالت ها هم رخ داده بود که زن درست گفتید زنی هموندار رو چی کرده است یا اینکه زنی دیگر رفته زن یکم یا زن دوم رفته زن یکم رو چی که فرزندش رو نابود کرده است، حتی به تنور پرتافته است. چون این حالت ها اثر بود از اول اومده است. یعنی که رشک زن هم خیلی سخت است. اینجا زن به این چیز راضی نمی شود و کسی از زنها عجیبش در این است در قانون شریعت، باز هم گفتم که من از روی زیادتر از روی قانون شریعت در این باره تخصص دارم، در جای نآمده است که باید زن اول را رضایتش رو بپرسید. برای زن دوم این مسئله چرا؟ چون زنها به این اصلا اجازه نمیدن، اما اجازه ندادن راضی نشدن سببش این نیست که ما دیگر همه کار رو توانیم بالای شوهر بیاوریم. برای اونکه بعضی از شوهرها میگویند من چهره اساسی همسر اولم رو زمانی شناختم که زن دوم گرفتم، یا بدیش رو یا نیکیش رو. یک چیزی همینجا روشنی اندازه مسلمه خان میبخشید من پیش این گپتون رو گرفتم. یک چیز روشن من یک چیز نفهمیدم در همون اومده است در قرآن که یعنی که برای گرفتن زن دوم حتما اجازت زن یکم لازم است. چون این هست نه شما خبردار شما علما هستید؟ در این باره نه جرات نمی کنم علما بگم، لیکن تو اندازه طالب علم است دانشمند هست. در باره این که گفته استادم که در خود شریعت اسلامی در جای نآمده است که رضاگی زن یکم حتمی است برای ازدواج زن دوم. رضاگی مادر در بسیار جایها اگر مادر من راضی نیستم برای زن دوم گرد، فرزند باید سخن مادرش رو گوش کند.
برای اون که این مسئله مباح است و اطاعت پدر و مادر حتمی است و بالاترین حقوق برای هر یک مرد مادر هست، بالای زن شوهر است. و اینجا یگان مرد نباید اگر زنگیر شد اول اجازه زنش رو پرسید، لیکن در شرایط حاضر خیلی که گفتیم چون زنها با اون شاید از تاثیر خود وی ما باشد سالهای دراز با روسیه همراه زندگی کردیم و ما از این فرهنگ ها دور شدیم، مردها بهترش مشورت کنن، نگفته این کار رو نکنن برای اون که بلاهای بالای زنی دوم آمده ایستاده است، یا برعکس زنهای دوم بعد از سالها فهمیده ایستادن که این مرد دروغ گفته است. علل خصوص در مهاجرت خیلی زیاد مردها من زنم رو طلاق دادم گویان زن میگیرند و پس از مدت میگن دروغ گفتم همسر من در تاجیکستان است. در همین جا بعد طلاق نمیفراید. اینجا اگر زمانی که گفت من زن ندارم دروغ می شود اما طلاق نمی افتد. اما اگر زمانی گفت اگر من زن داشته باشم زنی من به من طلاق بود، اینجا طلاق می افتد. طلاق زمانی می افتد که انسان به دهانش هم نام همسرش را یا همسرش را در نظر داشته طلاق دهد. لیکن اگر گفت من زن ندارم و تو رو به یعنی خواستگار هستم، اینجا فقط دروغگو هست. و اگر به قول بعضی از علما نگاه کنیم زن حق دارد که شکایت کند به قاضی و گوید این مرد مرا فریب کرده گرفت چون زن داشته است و نفهمیدم. اما کجا رویم در شرایط حاضره که کدام قاضی یا سودیه ببیند و بگوید حق زن این است و حق مرد آن است. و باز هم در اینجا این را باید بگوییم که اگر ما همه عیب را عادت کردن زیادی و میگن همین دانشمندهای اسلام است و اسلام الله ها هستند که از منبرها اجازه داده ایستادند و مردم به دوزنگی و سه‌زنگی رفته ایستاده است. ولیکن اگر اصلش رو ببینیم چه خیلی که گفتم شریعت میگوید اگر قدرت نداشته باشی حتی یک تا زن نگیر، حتی یک تا زن نگیر تا زمانی که قدرت به دستت بیاید تو توانی از پی زندگیت شوی. و اینجا رو نمیتوان بگوییم که این مسئله عیبش بالای شریعت است، عیبش بالای اسلام است. ببینید که از همون مردهایی که عدل نکرده ایستادن، همون حادثه‌ای که دیده ایستادیم خودمون در آغاز برنامه گفتید آیا مولا هست همون نفر؟ آیا همسران او در سر سطر دارند؟ آیا کدام مولا او را به این چیز مجبورش کرد؟ و چه خیلی که میدونیم خیلی زیاد از زنهای حکومتدار حتی سوال می نویسند از طریقه بعضی دوگانه هایشان که میگویند من نامشان را نمیخوام ذکر کنم، من همسری فلانی هستم، همسری دومش، من همسری فلانی چهارمش. آره اونها نامی همون نفرهای کسایی که در بلندپایه ها هستند. پس اونقدر که خود مردها دیده ایستادن که به این چیز نیاز دارند یا به این چیز باید ببینند، اولا این چیز رو نباید همچون جرم در جامعه اعلان کرد تا اینکه سلاح نشود که حتی یک نفر با یک نفر دشمنی داشته باشد. اولین شکایتش این دوزنگویان خیلی زیادی رو بردند و محکم کردند. اینا زید سعیدوف رو چیکار کرده بودن اگر انا به خاطر بیاریم؟ آره مسئله زید سعیدوف هم دور نیست. این رو همه و دیگر نفران رو چنین کرده بودن. اگر یگان جرم نیفتن جرم دوزنگی حتما برای مرد هست. متاسفانه چنین هست. یک چیز رو ببینین که اکثرا ما پیشتر گفتیم که مسئله مادر اگر حاضر نشود در حقیقت، لیکن متاسفانه در جامعه و اهمیت دهند بسیارتر کلین میکنن، پدر مادر ما کلین میکنن، البته اون برای ما خوبی میخواهند، لیکن در آینده وای مرد نمیخواهد. ممکن یگان معشوقه دیگر دارد، یگان دلخواه دیگر داره میگرفتگی زن باشد، لیکن در آینده زندگی اونها نمیشود. از اینجا چی فرزنددار میشوند، فرزند 1 سال 2 سال زندگی میکنه یا اینکه جدا میشود با دیگر زن میگیرد یا اینکه در بالای وای زنی پنهانی میگیرد و بین آنها بسیار چنین مشکلی های زیادی پیدا میشود، بحث ها زیاد پیدا میشود، حتی به خودکشی بسیار شده در تاجیکستان. باز سبب هایش هم به فکر من چنین هست، یکی از سبب ها اساسا همین است. شاید سبب دیگرش این باشد، شاید سبب دیگرش این رو هم دانیم که بیهوده وقتی که این چیز حلال است بعضی از مردها محبتی که میخواهند، آرامشی که میخواهند در زن اول نمیبینند یا تا اندازه به آنها یک قوت جسمانی خداوند داده است که برای آنها یک زن کفایتی نمی کند. یا چیزی دیگر خودتان گفتید سالها مهر یک زن را دارند در دل
و بالاخره همچون زنی دوم باشد هم میرسند به او. یعنی سببهایش خیلی زیاد است و این چونین طرفی اگر از همچون یک زن نگاه کنیم هم سببش زیاد است، همچون زنی یکم نگاه کنیم هم گاهی می شود که چه خیلی که گفتیم زنی یکم میداند که دوگانه اش به همین روز گرفتار شد و از شوهرش محروم شد. زنهای دوم هم کم نیستن که می آیند خانه را ویران میکنن. این مسئله خیلی وسیع است و کی ظالم و کی مظلوم است، کی خطاکار و کی درستکار. قضیه رو بین دو نفر شد، از نزدیک دید. اما به هر حال خیلی میخواستم که همین مسئله اولا در جامعه همچون یک چیزی حرام نه، برعکس همان عشقای پاک که نشان میدهند، در حالی که دیده استادیم فیلم ها چی چیزها رو عشقگویان به مردم نشان میدهند، آنها رو جرم اعلام میکردند. و کسی که میگوید من حقوق این زن رو میدهم، برایش خانه و میدهم، برای فرزندانش من پدری میکنم، او رو جرم حساب نمیکردند. که اینقدر عزیزان ما گویم مردهایی که یتیم ها رو برای خود گرفتند و گفتند من سرپرست این یتیم میشوم، به سبب همین سرپرستی زیر پنجره نروند که تو زنی دویم داری. درست گفتید.